سرخط خبرها. ادامه مذاکرات امارت اسلامی با آمریکا درباره زندانیان. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که گفتگو با طرف آمریکایی درباره تبادل زندانیان در جریان است. کابل در تقاطع دیپلماسی و مطالبات جهانی. معاون دبیرکل سازمان ملل در سفر 3 روزه در کابل از مقام‌های امارت اسلامی خواسته است محدودیت‌ها علیه زنان را لغو کنند که این محدودیت‌ها دست کم کاهش یابد و در نهایت لغو شود. خطرهای جدی در کمین کودکان زلزله زده افغانستان. سازمان نجات کودکان اعلام کرد که هزاران کودک آسیب دیده از زمین لرزه با خطر جدی بهداشتی روبروند. کمک‌های مالی تمامی تدابیر و جدیت خود را در دستور کار قرار داده. ادامه بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان. شمار از این مهاجران به خبرگزاری آفاق گفتند که در حال حاضر توان مالی بازگشت به افغانستان را ندارند. و تشدید بحران‌های اجتماعی و روانی در اسرائیل. مرکز آمار این رژیم اعلام کرد پیامدهای جنگ غزه موجب تشدید بحران‌های اجتماعی و روانی در اسرائیل شده است. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 7 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 27 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در گفتگو با شبکه خبری CBS نیوز گفته است که گفتگوها با طرف آمریکایی درباره تبادل زندانیان در جریان است، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. آقای مجاهد تاکید کرده که مذاکرات باید به نتایج ملموس و آزادی زندانیان هر دو طرف منجر شود. سخنگوی امارت اسلامی همچنین گفته که تعداد از افغانها به طور نادرست توسط آمریکا بازداشت شدند و رنج آنها و خانواده‌هایشان باید پایان یابد. معاون دبیرکل سازمان ملل در جریان سفر 3 روزه خود به کابل از مقام‌های امارت اسلامی خواسته تا محدودیت‌ها علیه زنان را لغو کند. کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که هدف اصلی سفر این مقام سازمان ملل به کابل ایجاد هماهنگی با نهادهای محلی و بین المللی در زمینه حمایت از مردم افغانستان بوده است. گزارش از نستر نمیری. روزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در جریان سفر 3 روزه خود به کابل از مقام‌های امارت اسلامی خواسته است تا محدودیت‌ها علیه زنان از جمله ممنوعیت کار و آموزش را لغو کند. این سفر که روز یکشنبه به پایان رسید، تمرکز اصلی آن بر وضعیت حقوق زنان و تعهدات امارت اسلامی در برابر جامعه جهانی گفته شده است. استیفن دوچاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش درباره واکنش امارت اسلامی به این خواستها از ارائه جزئیات مشخص خودداری کرد و تاکید کرد که سازمان ملل نمیتواند به جای مقام‌های حاکم در کابل سخن گوید. من به نمایندگی از دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان او صحبت میکنم. نمیتوانم به جای دیگران سخن بگویم و نمیتوانم به جای مقام‌های حاکم بالفعل در کابل اظهار نظر. بدیهی است که با توجه به محدودیت‌هایی که تقریباً بر تمام جنبه‌های زندگی زنان و دختران اعمال شده، معیار واقعی زمان مشخص می‌شود که این محدودیت‌ها دست کم کاهش یابد و در نهایت لغو شود، چیزی که ما خواهان دیدن آن هستیم. کارشناسان نیز میگویند که سفر 3 روزه معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح به افغانستان فرصت برای بررسی وضعیت حقوق زنان، آموزش و مسائل امنیتی بود و هدف اصلی آن ایجاد هماهنگی با نهادهای محلی و بین المللی در زمینه حمایت از مردم افغانستان بود. سازمان ملل متحد خودش با وجودی که مسائل مطابق منشور خود صلح و امنیت و این مسائل را میگن و با افغانستان هم که روزماری آمدن، علتشان کمک و مساعدت و حقوق بشری مسائل است، اما در کل ما میبینیم که سازمان ملل متحد از سر وظایف استخباراتی را هم داره، پروژه کلان سیاسی جهان هم پیش میبره. امیدوار هستیم که مقامات حکومت سرپرست افغانستان هم با نتیجه گیری از این سفر در قسمت خواسته جامعه جهانی که در مقایره با ارزش‌های ملی و دینی مردم افغانستان نباشد تمکین بکنند.
گفتنی است که معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و سال در جریان سفر 3 روزه خود به کابل با مقامات ارشد امارت اسلامی پیرامون مسائل امنیتی، ثبات و مبارزه با مواد مخدر گفتگو کرد. در این دیدارها خانم دیکارلو اعلام کرد که کابل قرار است میزبان دور بعدی نشست گروه کاری در چارچوب روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد باشد. سازمان نجات کودکان سازمان ملل اعلام کرده است که همزمان با برفباری‌های سنگین در افغانستان هزاران کودک آسیب دیده از زمین لرزه‌های اخیر همچنان در خیمه‌ها زندگی می‌کنند. به گفته این سازمان این کودکان با خطر جدی بهداشتی روبرو هستند. گزارش از اناهیتان در با شدت گرفتن سرما در روزهای اخیر سازمان نجات کودکان هشدار داده که با شدت گرفتن برفباری و سرد شدن هوا در شرق افغانستان هزاران کودک آسیب دیده از زمین لرزه هایی که در ماه‌های اخیر در کشور رخ داده است پس از ماه‌ها گذشت هنوز هم در خیمه‌ها زندگی می‌کنند و با خطر جدی صحی روبرو هستند. با گفته این سازمان سرمای شدید و سرپناه‌های موقت جان کودکان را بیش از هر زمان دیگر تهدید می‌کند. نیاز است در همچین شرایط نهادهای مرتبط امارتی و در کنار از نهادهای امدادرسان داخلی و بین المللی برای ای آسیب دیدگان کمک‌های فوری را برسانند تا از یک جهت سبب شود تا از بیشتر متضرر شدن از اینها و بیشتر آسیب دیدن اینها جلوگیری صورت بگیرد. با این حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد میگوید که امارت اسلامی تمامی اقدامات لازم برای رساندن کمک به زلزله زدگان به ویژه در زمینه اسکان، سرپناه و کمک‌های مالی را در اولویت‌های کاری خود قرار داده است. امارت اسلامی برای رساندن کمک به زلزله زدگان در بعد اسکان، سرپناه و کمک‌های مالی تمامی تدابیر و جدیت خود را در دستور کار قرار داده. در این زمان ما از جامعه جهانی و نهادهای امدادی بین المللی می‌خواهیم که کمک‌های بشردوستانه خود را به هموطنان آسیب دیده ما در دستور کار خود قرار بدهند. برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که آسیب دیدگان زلزله بیش از هر زمان به کمک‌های پایدار و دوامدار نیاز دارند. با باور این آگاهان امارت اسلامی و نهادهای کمک رسان باید برای آسیب دیدگان از زمین لرزه‌های اخیر کشور خدمات اولیه همچون سرپناه و مراکز صحی را در فصل سرما مهیا سازد. بدون شک آسیب دیدگان زلزله نیازمند کمک‌های پایدار و دوامدار میباشند. اینا نیاز به سرپناه دارن، نیاز به غذا دارن، نیاز به بازسازی مناطقشان داره، کلینیک‌ها، سرک‌ها و به این شکل مکاتب. بنان یک روند طویل مدت است که میتونه حکومت افغانستان در تبانی با نهادها و سازمان‌های بین المللی در قسمت همون نیازمندی‌های اولیه از اینا تلاش و کمک رسانی بکنند. این در حال است که اداره ملی آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی افغانستان گفته که برفباری و سرمای شدید در سراسر کشور تاکنون جان دست کم 61 نفر را گرفته و بیش از 100 تن دیگر را زخمی کرده است. شماری از مهاجران افغان در پاکستان به خبرگزاری آفاق میگویند که پلیس پاکستان با آنان بدرفتاری میکند. به گفته برخی از این مهاجران آنان در حال حاضر توان مالی بازگشت به کشور را نیز ندارند. باز هم گزارش از اناهیتان در با شدت گرفتن سرمای زمستان و افزایش بازداشت‌ها در پاکستان شمار زیاد از مهاجران افغان از وضعیت دشوار خودشان شکایت دارند. این مهاجران میگویند که با افزایش سرما در افغانستان و نداشتن توان مالی قادر به بازگشت به کشور نیستند. آنان همچنین از رفتار نیروهای پاکستانی گلایه دارند و تاکید میکنند که شرایط کنونی زندگی برایشان بسیار سخت شده است. افغان مهاجرین د پاکستان د حکومت لخوا په زور مجبوری دي چې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته هم د سرپناه ځای نه لري، دلته هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دلته کاروبارونه دي، کاروبارونه چې کومې پیسې بندې دي هغه هم نه راویستل کېږي. بر بنیاد گزارش‌ها پلیس پاکستان روز گذشته مهاجران افغان را بازداشت کردند و یک شهروند پاکستانی نیز به اتهام پناه دادن به آنان تحت پیگرد قرار گرفته است. با این حال شمار از فعالان حقوق مهاجران اخراج مهاجران افغان از پاکستان را خلاف کنوانسیون‌های بین المللی می‌دانند. این اقدام بدون در نظر گرفتن وضعیت کنونی کشور، مشکلات معیشتی، سرپناه و دسترسی به خدمات اولیه برای افراد بازگشته به طور چشمگیری میتواند مشکلات آنها را تشدید کند. سیاست فعلی پاکستان در واقع سه عامل اصلی اون فشارهایی که بالای مهاجران در این کشور صورت میگیرد: سیاست داخلی پاکستان که مهاجران را تهدید امنیتی میداند، روابط خصمانه‌ای که با کشور
پاکستان و افغانستان در این بازه زمانی صورت گرفته و همچنین ماجران رو به عنوان یک فشار استفاده صورت میگیرد. این در حال است که بر اساس آمارهای کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران در یک روز گذشته 365 خانواده برگشته به مناطقشان انتقال داده شدند و برای 425 خانواده دیگر کمک‌های نقدی و غیر نقدی صورت گرفته است. بهای طلا برای نخستین بار از مرز $5,000 در هر اونس گذشته است و این فلز همچنان به جهش بهای 60% خود در سال 2025 ادامه می‌دهد. بهای نقره نیز روز جمعه برای نخستین بار از $100 در هر اونس فراتر رفت و بر افزایش 150% سال گذشته خود افزود. به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی، ادامه جنگ در اوکراین و غزه و همچنان اقدام واشنگتن برای ربودن نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز در افزایش بهای طلا نقش داشته است. و در خارج از کشور، مرکز آمار اسرائیل در گزارش اعلام کرده که پیامدهای جنگ غزه موجب تشدید بی‌سابقه بحران‌های اجتماعی و روانی در جامعه اسرائیلی شده است. بر اساس این گزارش، احساس امنیت فردی کاهش یافته و ترس از عملیات‌های مقاومت به ویژه در مناطق مرزی نیز افزایش داشته است. جنگ غزه چند در میدانها همچنان جریان دارد و هر روز از فلسطینیا قربانی میگیرد، اما اسرائیلیان نیز در این جدال آرامش ندارند، طوری که با گذشت هر روز ویرانی اصلی این نبرد نابرابر در روان و بافت اجتماعی جامعه صهیونیستی آشکار می شود. در تازه ترین مورد، مرکز آمار اسرائیل در گزارش اعلام کرده که پیامدهای جنگ غزه موجب تشدید بی‌سابقه بحران‌های اجتماعی و روانی در جامعه اسرائیلی شده است. بر اساس این گزارش، نرخ افسردگی از 25.5% در سال 2023 به 33.9% در سال 2024 و اضطراب عمومی از 58.2 به 67.9% افزایش یافته است. جنگ که هیچ نتیجه را بر اسرائیل نداشت، بر کابینه نتانیاهو نداشت، این میتواند سبب بالا رفتن استرس و نگرانی ها برای مردم اسرائیل هم شدن و یقینا که پیامدهای روانی از این بسیار تخریش کننده در ابعاد مختلف و سایه های زیاد را بر زندگی هر دو ملت و هر دو مردم انداخته است. بر اساس این گزارش، احساس امنیت فردی کاهش یافته و ترس از عملیات‌های مقاومت به ویژه در مناطق مرزی افزایش داشته است. همزمان با این، اعتماد به دولت و دستگاه قضایی نیز به پایین‌ترین سطح خود در سال 2025 رسیده است. محرکه طوفان اقصی توانست ساختار امنیتی پیچیده رژیم تروریستی اسرائیل را مختل کند و بازدارندگی دشمن را از میان بردارد، طوری که محال است دیگر دشمن بتواند بر روز قبل از 7 اکتبر سال 2020 برگردد. گزارش همچنان از افزایش 13.5% شمار معلولان خبر می‌دهد، طوری که بیش از 1 میلیون نفر معادل 13.1% جمعیت اسرائیل به عنوان معلول ثبت شدند. در گزارش آمده که شمار نظامیان معلول نیز افزایش یافته است. در مجموع جنگ‌های اسرائیل و غزه با هزینه‌های انسانی و اقتصادی هر دو طرف به همراه بوده است. در سوی دیگر، شمار جانباختگان فلسطینی در جنگ با اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا کنون به بیش از 71,000 تن رسیده و زخمیان نیز به بیش از 171,000 تن افزایش یافته است. حملات اسرائیل تا کنون منجر به نابودی بیش از 90% زیرساخت‌های غزه نیز شده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا